قمچبک توشیف معاون سروزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 20 ایول سال 2023 در جلسه کابینه وزیران این کشور خبر داد که قرقیزستان در 2.5 سال اخیر، یعنی در سالهای 2021 2022 و نیمه اول سال 2023 برای نفع کردن سلاح‌های قوه‌های مسلح خود 125 میلیارد سوم خرج کرده است. 125 میلیارد سوم طبق قرب رسمی امروزه بیش از 1 میلیارد و 420 میلیون دلار تشکیل می‌دهد. برای مقایسه توشیف یادآور شد که در طول سالهای 2005-2020 برای نفع کردن سلاح‌های قوه‌های مسلح قرقیزستان مگی از 3 تا 5 میلیارد سوم خرج شده بود. در سال 2021 برای خریدن سلاح و تکنیک حربی 32 میلیارد سوم، در سال 2022 53 میلیارد سوم و در نیمه اول سال 2023 بیش از 40 میلیارد سوم روانه کرده شده است. در 2.5 سال 125 میلیارد سوم می شود. این نفسوزی خیلی بزرگ است. نقل قول کرده است از سخنهای توشیف در جلسه حکومت خبرگزاری قرقیزی اکیپرس. توشیف ذکر کرده است که در این اواخر برای تقویت اقتدار قوه‌های مسلح قرقیزستان از ترکیه، هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه‌های بیرقدار، اوق سنگر، اوقینچی و از روسیه مجتمع موشکی زیرکه پیچوره و چرخبال‌های تمغه‌های می 8 و می 17 خریده آورده شدند. ما این همه رو توفه نگرفتیم. همه این از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی خریداری شده است. تاکید کرده است توشیف. مقامات قرقیزستان بعد مناقشه ماه اپریل سال 2021 در مرز با تاجیکستان که در جریان آن تلفات آنها نسبت به جانب تاجیکستان خیلی بیشتر بود، جدا در فکر تقویت اقتدار قوه‌های مسلح کشور خود شدند و فعالانه به خریدن سلاح‌های موثر از کشورهای مختلف پرداختند. جانب تاجیکستان خراجات حربی خود را اعلام نمی‌کند، ولی در پی مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان بسیاری‌ها از رهبران نهادهای نظامی کشور انتقاد کردند که به فرق از قرقیزستان طول از سلاح‌های کهنه بازمانده اتحاد شوروی استفاده می‌برد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می شود. در 2 سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.